جلوتر رفتیم متوجه شدم که چیزی وجود داره به اسم کلاس‌های مجازی و خب از اونجایی که من از دنیای تدریس به ناچار فاصله گرفته بودم و از طرفی بسیار هم به دنیای تدریس علاقه داشتم و دارم همچنان، باعث شدش که به این فکر بیفتم که میتونم کلاس‌های آنلاین در همین فضایی که ایجاد کردم برگزار بکنم برای دوستایی که علاقه‌مندن. و خب بعدتر تصمیم گرفتم که کلاس آنلاین شاید وقتگیر بشه و سخت باشه برای اینکه همه افراد در یک تایم مشخصی آنلاین بشن، چون ممکنه شخصی از جای دیگری از دنیا باشه و خب تایم شب و روز متفاوت باشه. بنابراین اگر که این ویدیوهای کلاسی ضبط شده باشن دسترسی به اونها راحت تره، امکان بارها گوش دادنش بیشتره و خب فکر میکنم که بازدهی بیشتر و بهتری خواهد داشت. بنابراین همچنان که دارم با شما صحبت میکنم مشغول ضبط کلاس هنریم هم هستم. در این زمینه دارم که این کار رو هم انجام میدم، کلاس هنری رو مشغول ضبطشونم و این کلاس ها رو هم اینجا با شما دوستای عزیزی که همراه همین و هم دوستای عزیزی که در پلتفرم اینستاگرام همراه همن باهاتون اخبارش رو به اشتراک میذارم و اگه از علاقه من دانش بودین خوشحال میشم که توی کلاس ها هم ببینمتون و بتونم نکاتی رو که بلدم باهاتون به اشتراک بذارم، چه در زمینه رنگ شناسی، چه در زمینه عکاسی، چه در زمینه ادیت و تدوین و خلاصه مطالبی رو که بلدم باهاتون به اشتراک بذارم. هیچ وقت به این فکر نمی‌کردم که روزی برسه که کانال حتی یوتیوبم رو تأسیس بکنم، اما توی پلتفرم اینستاگرام که حدود 3 سالیه دارم کار میکنم به این نتیجه رسیدم که اینستاگرام یک فضاییه که از همون ابتدا برای عکس در واقع ایجاد شد و بعد از اون یک برنامه در واقع اجتماعی هست برای حتی گاهی آموزش همراه با سرگرمی در مطالب بسیار کوتاه شده و کامپکت. در واقع افرادی که اینستاگرام رو دنبال میکنن افرادی هستن که در واقع دیدن ویدیوهای با تایم طولانی از حوصله افراد خارجه و دوست دارن که به دلیل اینکه حجم مطالب و اطلاعات زیادی وجود داره، بمباران اطلاعاتی ما میشیم در فضای اینستاگرام، فعالیت برای شخصی میتونه فعالیت برندگونه‌ای باشه که بتونه مطالب رو در کوتاه‌ترین در واقع قالب و زمان ممکن و در واقع بسیار جذابتر و سرگرم کننده تر در آن واحد ارائه بده و خب مطالبی که نیاز به توضیح بیشتر دارن و تخصصی ترن برای یادگیری و نیاز به فیلم طولانی تر با زمان بیشتر دارن، من فکر میکنم که یعنی این نیاز رو احساس کردم که یوتیوب میتونه پلتفرم مناسب تری برای افراد و دوستان عزیزی باشه که دوست دارن زمان، وقت و انرژی بیشتری رو بذارن برای یادگیری مطالبی که حالا دوست دارن. تصمیم گرفتم که در واقع چنل یوتیوبم رو هم تأسیس بکنم و توی این فضا هم در کنارتون باشم با اشتراک گذاری مطالبی که مربوط به هنر و دنیای هنر هستن. بنابراین اینجا در کنارتونم تا در مورد مطالب مختلف هنری که در تخصصمه، مطالبی مربوط به دنیای رنگ ها و رنگ شناسی، مطالبی که مربوط به دنیای هنره اما جزو رشته‌های تحصیلی نیست ولی همچنان اونها رو در موردشون میخونم، حتی اطلاعاتی در مورد سوشیال مدیا که در موردشون میخونم و اطلاعات کسب میکنم. اگر که احساس کنم برای شما دوستای عزیز مفیده و دوست دارین که اونها رو یاد بگیرین یا احساس بکنم که حتی به یک نفر مطلبی اضافه بکنه، حتما اینجا باهاتون به صورت
ولاگ و ویدیو باتون به اشتراک میذارم. در مورد هنر، شاخه‌های مختلف هنری، هنر درمانی، رنگ‌ها، رنگشناسی، روانشناسی رنگ‌ها و مطالبی از این دست با همدیگه صحبت میکنیم. حتی مطالبی مربوط به فیلم‌ها، تئاتر، تحلیل اونها. من فکر میکنم که برای دوستداران هنر، علاقمندان به دنیای هنر مطالب مفیدی باشه. امیدوارم که بتونم توی این راه و این مسیر شخص مفیدی باشم برای شما دوستای عزیزم. و به هر حال خیلی خیلی خوشحالم که بالاخره به این علاقه خودم پاسخ دادم و به این قسمت از روحم که نیاز داره که اون چه که بلدم رو هم با دیگران به اشتراک بذاره بهش پاسخ مثبت بدم. و اگر که میگم حتی من بتونه ویدیوهام برای یک نفر هم توی این فضا مفید باشه، یعنی که من مسیرم رو درست دارم ادامه میدم و پا به در واقع مسیر درستی قدم گذاشتم. و امیدوارم که اینجا توی این مسیر در کنار شما دوستای عزیز و جدیدی که خیلی هیجان زدم که ببینم دوستایی که از پیج اینستاگرامم من رو دنبال میکردن اینجا هم همچنان دنبال کننده من خواهند بود و یا دوستای جدیدی پیدا خواهم کرد. بسیار هیجان انگیزه این برای من. اگه شما هم دوست دارین میتونین که توی کامنت ها از خودتون به هم بگین، خودتون رو، رشته‌تون رو، اینکه اگه دوست دارین به هم بگین که از کجا من رو دنبال میکنین و حتی اینکه در مورد چه مطالبی دوست دارین بدونین. برنامه‌های آیندهم بذارم و با شما اینجا به اشتراک بذارم. خیلی دوستتون دارم. از همین حالا به همه شما دوستای عزیزی که توی این خونه هنری خواهید اومد خوش آمد میگم و امیدوارم که این خونه هنریمون هم هر روز تعداد دوستای عزیزی که توی این خونه قرار همراه من باشن بیشتر و بیشتر بشه و همگیتون رو خیلی خیلی دوستتون دارم.